ای مادری عزیز چقدر بزرگوار هستی، فدای تو شوم. ای کاش که این جانی من 1000 جان میشد فدای تو میکردم. ای مادر بسیار بزرگوار هستی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ای مادر میگو گریه میکرد. صحابه روایت میکنه میگه وقتی همراهی پیغمبر بزرگوار بالای قبر مادرش رفته و چنان گریه کرد که رخساره های مبارک تر شدن، دامانی مبارک تر، حتی زمین از آبی دیده پیغمبر بزرگوار تر شد. مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر نداره، یک بار از اون بپرس نامی مادر میگیره وجودش آب میشود. و قدر مادر بر است. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم فدای تو شوم. 1000 جانی عبدالقادر فدای تو. لایکی. خب از حیات ناامید شدن گناه هست یا نه؟ از حیات ناامید شدن اکن این سوال بعضی برادرها میتونن که یعنی از زندگی یعنی دل خنک شدیم یا اینکه دل تنگ شدیم. هر چیز اصل باید در قسمت انسان، در تقدیرات انسان میآید باید راضی باشه. چی دارندگی، چی ناداری، چی خرسندی، چی غمگینی، انسان باید راضی. ولی یک عزیزای خدا یک جمله داره میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواد، انسان دوا میخواد، یک انسان دیدار میخواد، یک انسان وصال میخواد. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواد. و در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر و به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینا گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی دل کنده و دل شکسته. لایکی. پیغمبر بزرگوار اهل اصحاب گفتن که ای صحابه گفتن آیا این مادر دلش میشود که همین فرزندش به دستای خودش در درون آتش اندازه؟ اهل اصحاب گفتن یا رسول الله هرگز دلش نمیشود. پیغمبر بزرگوار گفتن که من شما را یک چیز میگم، اینا خوب فکر کنه. رب العالمین 100 برابر از این محبتی که مادر نسبت به فرزند داره، خداوند 100 برابر از این زیادتر شما بنده هاش دوست میداره. یعنی که رب العالمین چقدر بنده دوست داره، چقدر بنده نوازه. اگر دوست نمیداشت والله قسم در این قدر گناهکاریان زنده نبودی. اگر دوست نمیداشت که رب العالمین نعمتاش برای تو ضررناک میگردان. در حدیث قدسی خداوند میگه وقتی بنده گناه میکنه من رو میگردانم، از بنده رو نمیگردانم، رو میگردانم که حالت گناهش نبینم، غضبم در بالاش بیاید. رو میگردانم که بنده من در حال گناه و بدیش ترک کنه و دوباره به سوی من توبه کنه. لایکی. دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثواب بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثواب بزرگ داره. اما تحقیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است برادر عزیز بزرگوار. لایکی. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لایکی.